اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ بلاگری که داره یک محتوای مستعجل پخش میکنه، واقعا فقط صرفا داره بی‌احترامی به پدر مادر رو یاد میده. یا مثلا به پدرت فوش مادر صرفا داره بی‌احترامی به پدر مادر رو یاد میده. میاد خونه خودش که تو بچه‌شی پناه بیاره، برگردی خونه به اونا فوش خار مادر بدی. خداوند تو رو نمیکشه، تو رو انقدر زنده نگه میداره که زجر اونا رو بکشی. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ طبقه سوم نه آسانسور نداره. من فردا یکی رو میفرستم بره تو دور و بر نظام آباد طبقه اول یه خونه 100 متری برای شما پیدا بکنه. تو اون خونه هستین، من مادام العمر اجاره اون خونه رو من میدم، شما فقط توش زندگی بکنید. اینم مریضه، فقط سفارش کردی. آیسان خدا پدر مادر تو ببخشه. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ حالا داداش هر کسی با خداست، هر کسی ورزش میکنه، هر کسی شرافتمنده حاجی، پروردگار میبرتش یه جایی که باورتون نشه. خدا با سلامتی بخواد، بقیه رو برو بجنگ، درست میشه به قرآن مجید حاجی. میگم خسته نشین فقط. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم یاد میده؟ گفت داداش بگو نفری $1 میتونیم به من کمک بکنی. گفت این کارایی که تو میکنی رو مردم میفروشن. گفتم چیکار کنم؟ خرج بیمارستان پدرم میکنم یا خرج بیماری بچه‌م که در آینده میاد بکنم؟ برای چی؟ شرافتمندانه کار میکنم برای خودم، سالم هستم. تو خیلی حالیته.